من دوست داشتم که برای دفاع از رجب طیب اردوغان از کل کشورهای اسلامی صدا بلند بشه. برای دفاع از رجب طیب اردوغان از کل کشورهای اسلامی صدا بلند بشه. و من انتظار میکشیدم که از افغانستان این صدا از کجا بلند خواهد شد. به خاطر اینکه امروز ما میتونیم بگیم که حامی مظلومین، حامی مستضعفین رجب طیب اردوغان حفظه الله است. Ey NATO! Neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO, Türkiye NATO'nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da çağırdın, geldik. حامی مظلومین، حامی مستضعفین رجب طیب اردوغان حفظه الله است. ما وقتی که این صدا و این ندا بلند شد، ما آنقدر خوشحالی کردم که واقعا ملت افغانستان ملت آگاه، ملت هوشیار و ملتی هستند که میدانند که در دنیا چه تحولاتی میگذره و این که این افتخار از نصیب جناب جنرال عبدالرشید دوستم شد. میخوام که تشکری خاص داشته باشم از جنرال صاحب عبدالرشید دوستم. این افتخار نصیب خود کردن و تشکری دارم از اشخاصی که در این راهپیمایی حضور پیدا کردن و ما اگر در افغانستان می بودم در کنار این عزیزان می ایستادم و پرچم ترکیه بلند می کردم، چون او پرچم نشان دهنده حامی مظلومین و مستضعفین دنیا هست. Somali'ye çağırdın, geldik. رجب طیب اردوغان حامی کیست؟ حامی مظلومین، مستضعفین، بینوایان دنیا. Balkanlara çağırdın, geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırları olan Türkiye şu anda tehdit altında, niye gelmiyorsun? Neden? Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. همسر رجب طیب اردوغان را ببینید که در برما و میانمار گریه میکنه به خاطر مظلومین و مستضعفین میانمار و مسلمان هایی که به آتش سوختانده میشن، مسلمان هایی که تکه تکه میشن. Türkiye halihazırda NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 ülkeden biridir. در دنیا فرق بین رجب طیب اردوغان تا خیلی از زعمای کشورها زمین تا به آسمان هست. من هیچ ربط و ارتباطی با رجب طیب اردوغان ندارم، ولی دوست دارم که او را ببینم و پیشانیش را ببوسم، چون حامی و پشتیبان مظلومین است. Ülkemiz DAEŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ترکیه و ایالات متحده با قرار گرفتن کنار یکدیگر به ریشه‌کنی داعش با هدف برقراری ثبات و صلح در سوریه یک بار برای همیشه ادامه می‌دهند و به همین دلیل همکاریمان باید ادامه یابد. ترکیه همکنون و همواره یکی از قابل اتکاترین شرکای آمریکا در منطقه برای محقق کردن این هدف بوده است و باید همین گونه باقی بماند. ترکیه تنها همپیمان ناتوست که به طور بسیار قاطع با داعش جنگیده است. ما تاکنون توانسته‌ایم بیش از 7600 ستیزه‌جوی داعشی را به اسارت بگیریم و بسیاری از آنها را به کشورهایشان برگردانده‌ایم. پس این را به الفاظ صریح که بیان کنیم این است که کسی که با کفار همپیمان میشه، کسی که با کفار همکاری میکنه، کسی که در پای کفار ایستاده میشه، ولو که معتقد به این باشه که اسلام دین حق است، ولو که معتقد به این باشه که یهود و نصارا باطل است، ولو که به اعتقاد باشه کسایی که با ما و اونا میجنگن مجاهدین اینا مردم صادق هستن، اینا شهدا هستن، کشتایی که اینا میشن، ولو که به همین معتقد باشه، خب به خاطر درهم و دینار، به خاطر یورو و دلار در صف قرار گرفت. اینو متوجه باشین که اسلام بریده است، به خاطر این تکییف شرعی است.